شهادت نداری و این 70 نفر صحابه آماده است کل شهید شود. گفت رمزش چی است؟ گفت الله اکبر. عبدالله بن حذیفه میگه که رمزش الله اکبر است. برادرها، خواهرای عزیز، صفوفی که در اوج نعره‌های تکبیر بر بلند شد او هیچ گاهی شکست نمیخوره. با چشم خود دیدیم برادرها. یک واقعه را براتون میگم. ما یکی از قماندانای جهاد را دیدم. او زمانی که پترول با صابون در بوتلای شیشه‌ای منداخت، اونمو زمان به شما قسم میکنم با چشم خود دیدم مجاهد را، قماندان را که در سر تانک غول‌پیکر روسی سوار بود و مثل عبدالله بن حذیفه پلته میزدش تا این بوتل در بگیره و این بوتل داخل تانک بندازه، ولی در نمیگرفت، شمال بود. برادرها، اینجا 1.5 میلیون انسان به مثل عبدالله بن حذیفه قربانی شده. 1.5 میلیون انسان با اون لحاظ لا خو جذبه زمونږ ژوندی پاتې دي، لا خو جذبه زمونږ ژوندی پاتې دي. د امریکا یو څو سلګۍ پاتې دي او صادقه دغه خړ پړ وران کلي کې د ډېرو خلکو نه څپلۍ پاتې دي. نعره تکبیر، نعره تکبیر. برادر عزیز، امروز صبح 6 جدی است. تجاوز بسیار قبل از 6 جدی شروع شده بود. ما امروز به خاطر که صبح هوا بارانی بود، احتمال بارانش بود، امروز گرفتیم و این روز ما محکوم میکنیم برادرها. هر تجاوزی که در کشور شده و به خاطر براندازی نظام اسلامی پاهای منحوس از زدای کشور آمده، ما او را محکوم میکنیم. برادرای عزیز، ما قامت استوار داریم در برابر هر طاغوت. ما سرکل کشورهای کفری صدا میکنیم که ما در اینجا جز از نظام اسلامی به هیچ چیز دیگر راضی نمیشیم. یک گلی دیگی که دارم، هیئتایی که میرن مذاکره میکنن میگه که او غیر میگن که نظام اسلامی نظام اسلامی نظام اسلامی، ولی تعریف نمیکنن. خجالت بکش که تو نظام اسلامی ده تعریفش میخوایی. نظام اسلامی را خود قرآن تعریف کرده، نظام اسلامی را خود سنت نبوی تعریف کرده. من حیث یک مسلمان چطور تعریف اسلامی را میخوایی که نظام اسلامی و ما تعریف شوه؟ حقوق فلان چطور میشه؟ حقوق فلان چطور میشه؟ خجالت بکش. من حیث یک مسلمان، من حیث یک کسی که به خود مجاهدم میگی، باز میگی که نظام اسلامی که تعریف نشده، با جزئیات که ما گپ زده نشده. برادرها، به یک صدا میگیم ما در این کشور نظام ناب اسلامی را میخواهیم، نظام اسلامی میخواهیم، با هیچ چیز دیگر راضی نمیشیم. ما با غیر از نظام اسلامی، نظامی که قرآن و سنت به ما تعریف کرده، اونمون نظام اسلامی را میخواهیم. به هر کس اجازه نمیتیم که به ما تعریفهای خود را بیارن و بگوین که این نظام اسلامی است. نظامی که شریعت غرای محمدی به ما تعریف کرده، نظامی که خدا به ما تعریف کرده، نظامی که پیغمبر به خاطر از او دندان شهید شده، حضرت حمزه کاکای شهید شده، اونمون نظام تعریف شده اسلامی است. خجالت بکشن کسانی که اجازه ما میخواین که کدام نظام اسلامی تعریف داره. ای از خواهش میکنم کسایی که میخواین در اذهان مردم مغشوش بسازن که ما هنوز به تعریف نرسیده. برادران عزیز، اگر با گفته های جناب خواصیص موافق هستیم، از جایتان بلند شویم، بیرقایتان بالا بگیریم، دستایتان را گره بکنیم. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. زنده باد مجاهدین، زنده باد مجاهدین. مرگ بر مفسدین، مرگ بر نوکران. مجاهدین، زنده باد اسلام، زنده باد اسلام، زنده باد رهبر مجاهدین، زنده باد حکمتیار، زنده باد حکمتیار. غلامان، مرگ بر غلامان، زنده باد اسلام. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره
تکبیر. با وقت شما را زیاد نمیگیرم، کفایت میکنه. برادر عزیز، حتما مشر معزز با همراه شما صحبت های داره. خداوند هر قدم شما را در ترازوی میزان حساب بکنه. به صدق بگوین آمین. خدایا هر کسی که به خاطر اعلای کلمت الله امروز جهاد کرده، دیروز جهاد کرده، خدایا اجر عظیم نصیبشان بگردان. پروردگارا هر کسی که به خاطر دفع و طرد تجاوز در این کشور قد علم کرده، به رهبرانشان طول عمر نصیب بگردانی. خصوصا رهبر معظم جهاد و آزادی افغانستان که امروز در پیش روی ما الحمدلله حیات دارند. خدایا کسایی که بانی تجاوز بودند، خدایا کسایی که بانی تجاوز دیروز امروز بودند، امروز یک رنگ و سبخی دیگه میتن، خدایا اینا را بشرمانی و شرماندیش اگر نمی شرماندیش امروز تعریف نظام اسلامی را از ما نمیخواست. این شرماندگی تو است پروردگارا که نظام اسلامی که تعریف داره از خود معلوم است، ولی دوباره تعریف میخواه. خدا تو شرماندیش، از تو شرمسار دنیا و آخرت میخوایمش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دلته هر څوک چې اوسېږي ټول افغان دی. دلته هر څوک چې اوسېږي ټول افغان دی. تور او سپین پیدا کول ملي تاوان دی. ګران وطن د په ملي وعده جوړېږي. دا مو عقیده، دا مو ایمان دی. لا اله الا الله. برادرای عزیز، یک خواهش میکنیم اجازه بدین که شعارا از پشت میز خطابه سر داده شود. ما فکر میکنم که به شکوهمندی مجلس ما خواهد افزود و در حفظ نظم جلسه امروز ما را کمک خواهد کرد. من گذلت را نصیب دشمن ایمان کنم، طاغیان بی‌حیا را بی سر و سامان کنم. کاخ ظلمت را زگیتی چون ایوبی برکنم، شمع قرآن برفروزم، کفر را پاشان کنم. حلقه های بند زنجیر غلامی بشکنم، چون عمر بنیاد هر طاغوت را ویران کنم. نکته پایان بر یلدا شب ظلمت نهم، نکته پایان بر یلدا شب ظلمت نهم. با طلوع شمس ایمان پاپ را نالان کنم. لندن و پاریس و اسرائیل و امریکا و روم، هر یکی این دشمنان را دفن گورستان کنم. خواب تسخیر وطن را گر ببیند دشمنان، خوابشان تعبیر همچون روس و انگلستان کنم. فکر تسخیر وطن خواب و خیال است و جنون، بهر آزادی خاکم جان خود قربان کنم. پرچم سبز اخوت مظهر توحید ماست، همچو مشت آهنینم غرب را حیران کنم. در این بخش از برنامه از برادر معزز دانشمند متبحر محترم دکتر فضل هادی وزین، عضو شورای اجرایی حزب اسلامی افغانستان، احترامانه دعوت می شود تا به جایگاه تشریف آورده و با سخنان عالمانه ایشان زینت بخش محفل امروز ما باشند. تا آمدنشان به جایگاه نعره تکبیر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله العظیم. رهبر معزز و معظم جهاد، امیر بزرگوار حزب اسلامی افغانستان جناب انجینیر صاحب حکمتیار، اعضای محترم اجرایی حزب اسلامی افغانستان، قماندانان بسیار معزز و محترم جهادی، خواهران و برادران بسیار ارجمند و عزیزان رسانه ها، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. ما امروز در این همایش بسیار باشکوه در قلب کشور عزیزمان افغانستان گرد آمده ایم تا به مناسبت سال روز تجاوز اتحاد جماهیر شوروی بر کشور عزیزمان افغانستان این تجاوز نامیمون و ظالمانه را تقبیح نموده و از کارنامه ها و رشادت و قهرمانی های ملت مسلمان و سلحشور افغانستان و مجاهدین همیشه در سنگر افغانستان تجلیل به عمل بیاوریم. روز آنچه که در 6 جدی 1358 واقع شد در حقیقت ادامه و استمرار کودتای نامیمون 26 سرطان 1352 و کودتای نامیمون و خونین 7 ثور 1357 هجری شمسی است. اتحاد جماهیر شوروی پکت وارسا تلاش داشت تا با اشغال افغانستان و تجاوز بر سرزمین ما اندیشه منحط و الحادی مارکسیسم لینینیسم را که بر مبنای انکار از وجود خدا و پروردگار و بر اساس ضدیت با اسلام و دین استوار بود در افغانستان و جهان و منطقه منتشر بسازد و گسترش بدهد. مشت از مزدوران خودفروخته اتحاد جماهیر شوروی که در قالب و تشکیل حزب دموکراتیک خلق افغانستان جناح خلق و پرچم گرد آمده بودند، با مثابه مزدوران حلقه و گوش و غلامهای وفادار اتحاد جماهیر شوروی تلاش داشتند تا ملت افغانستان را دو دسته به اسارت کمونیسم بین المللی و الحاد ماتریالیستی اتحاد جماهیر شوروی و پکت وارسا تقدیم بکنند. اما نهضت اسلامی افغانستان، ملت مسلمان افغانستان، مجاهدین قهرمان افغانستان با توکل به الله متعال و با التزام و تمسک به دین انسانساز اسلام بیرق جهاد و مبارزه را علیه استکبار و ظلم و استعمار کمونیستی برافراشتند که در نتیجه همه جهان شاهد فروپاشیدن اتحاد جماهیر شوروی، از بین رفتن پکت وارسا و در نهایت فرو ریختن دیوار برلین به مثابه نماد و سمبول وحشت کمونیستی بودند. ملت افغانستان به هر مقیاسی که بگیریم اتحاد جماهیر شوروی و پکت وارسا را به گونه آشکار و واضح شکست دادند. ملت افغانستان این دستاورد بزرگ را فقط با تمسک به اسلام و ایمان قوی و تمسک به جهاد به دست آوردند. آنانی که این دستاورد بزرگ را به غرب و آمریکا و کشورهای همسایه نسبت میدهند یا سرایی میکنند و چیزی از حقایق و تاریخ نمیدانند یا به گونه عمدی حقایق تاریخ را منکر میشوند و انکار میکنند. اتحاد جماهیر شوروی در برابر ملت افغانستان شکست خورد، در این شکی نیست. رژیم کمونیستی که میگفت که
انقلاب ثور برگشت ناپذیر است، شکست خورد و واژگون شد و مرحله آمد در این کشور که مردم از انتصاب به کمونیسم و الحاد می شرمیدند و خجالت می کشیدند. این یک حقیقت تاریخی هست. تاریخ نباید تحریف شود، تاریخ نباید وارونه جلوه داده شود. حقایق تاریخی جای خود را می گیرد و نسل‌های امروز و فردا از این که در این سرزمین و در این خاک کمونیسم شکست خورده است، رژیم کمونیستی واژگون شده است و سرانجام ملت مسلمان افغانستان رژیم اتحاد جماهیر شوروی و پکت وارسا و کمونیسم بین المللی را نابود کرده‌اند، این را با خطوط طلایی خواهند نوشت. اما با کمال تأسف باید بگوییم که اگر از یک طرف ملت افغانستان، مردم مجاهد افغانستان در ابطال باطل یعنی شکست الحاد و کمونیسم و شکست استعمار سرخ موفق و سرفراز به در آمدند، مگر متاسفانه تا هنوز هم ما در احقاق حق و تحقق حکومت اسلامی و جامعه‌ای که ایدئال و مبتنی بر قرآن و سنت هست متاسفانه ناکام بوده ایم. هنوز هم آتشی که در 26 سرطان و 7 ثور و 6 جدی برافروخته شده است هنوز هم بیداد میکند. هنوز هم در سرزمین ما جنگ وجود دارد. هنوز هم نیروهای خارجی در افغانستان حضور دارند. هنوز هم ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی، آرامی و رفاه در سرزمین ما به وجود نیامده است. بنان ایجاب میکند، بنان میتوانیم بگوییم که متاسفانه 6 جدی هنوز هم ادامه دارد. هنوز هم 6 جدی در کشور ما ادامه دارد و مردم افغانستان از تبعات و نتایج خونین و نامیمون 6 جدی رنج میبرند. بنان ایجاب میکند تا یک بار دیگر ملت افغانستان، ملت مسلمان افغانستان، مجاهدین افغانستان برای پایان دادن به پیامدها و نتایج خونین و خونبار 6 جدی کمر همت ببندند و با عزم و اراده فولادین همان گونه که اتحاد جماهیر شوروی وقت را شکست دادند برای پایان و خاتمه دادن پیامدها و نتایج خونین 6 جدی و 7 ثور عزم بکنند و اراده کنند و در این سرزمین صلح بیاورند، ثبات سیاسی در افغانستان بیاید، استقرار بیاید، رفاه اقتصادی بیاید تا مردم افغانستان از ثمرات و برکات جهاد بر حقشان همان گونه که لازم است مستفید شوند. ما در این روز تاریخی از این تریبیون بزرگ با این را می‌خواهیم اعلان بکنیم که آنانی که قتل و کشتار فرزندان افغانستان را ادامه می‌دهند و هر روز نخبه‌های مردم افغانستان را، علما را، دانشمندان را، فرزندان صدیقین وطن را، دخترانمان را، فرزندانمان را ترور میکنند، به قتل میرسانند، ما از این تریبیون با آنها هشدار میدهیم که از این اعمال ظالمانه خود دست بردارند و این سلسله جنایت و ظلم و وحشت را هر چه زودتر پایان بدهند. اگر کمونیست ها در این سرزمین با کشتن و بستن و به پلیگون بردن و به پلیچرخی فرستادن و به ده و زنگ بردن به اهداف شوم خود نرسیدند، یقینا آنانی که فرزندان افغانستان را، فرزندان مخلص این وطن را یک ترور میکنند، به قتل میرسانند، آنها باید بدانند که ملت مسلمان افغانستان، ملت قهرمان افغانستان به داد آنها میرسند و سرانجام این قاتلان ملت افغانستان، قاتلان فرشته ها در افغانستان با آن سرزمین به سرنوشت مزدوران خلقی و پرچمی و بادارانشان گرفتار خواهند شد. من نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره. در پایان میخواهم که از این
این منبر بزرگ ملت افغانستان، از این منبر همایش بزرگ و تاریخی که افغانستان و کابل کمتر شاهد آن است یا هیچ چنین نبوده است، میخواهیم اعلان بکنیم که موانع از فراراه صلح باید برداشته شود. دیگر بهانه برای طول دادن مذاکرات، بهانه برای ادامه قدرت چند روزه، بهانه برای ادامه حاکمیت دروغین باید برداشته شود. گرام‌هایی برای صلح تسریع شود و مذاکرات بین الافغانی به گونه‌ای معنادار و به گونه‌ای که مطابق خواست ملت افغانستان باشد شکل بگیرد. ما خواهان برداشتن همه موانع از فرارای صلح هستیم، خواهان تجدید نظر در همه روند مصالحه بین الافغانی هستیم و خواهان به نتیجه رسیدن هر چیز زودتر مذاکرات بین الافغانی و صلح معناداری که در آن همه احزاب، شخصیت ها و جهت های مطرح در جنگ و صلح افغانستان حضور داشته باشند هستیم. اگر این مذاکرات، این بهانه‌جویی ها برای طول دادن مذاکرات ادامه پیدا کند، یقینا ملت قهرمان افغانستان، این ملت بزرگ افغانستان، این جمع غفیری که در اینجا گرد آمده است، این ملت اجازه نمیدهند که مشت از کسانی که به این ملت وطن دلبستگی ندارند ملت افغانستان را و مذاکرات صلح را در گرو بگیرند. ان شاء الله جنگ در این سرزمین به پایان می‌یابد، ان شاء الله صلح به کشور ما می‌آید، اهداف شهدای جهاد بر حق اسلامی افغانستان، اهداف معلولین و شهدای جهاد تحقق پیدا می‌کند. ان شاء الله افغانستان آزاد، آباد و آرام خواهد بود و ما ذلك علی الله بعزیز. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. د قدرمن شخصیت ښاغلي وزین صاحب د زرینو او قیمتي ویناو څخه یوه نړۍ مننه. الله دې حفاظت وکړي. د یادونه وړ ده چې د یو حق پرست شخصیت، مجاهد شخصیت ښاغلی الله مجاهد هم راغلی ده، د ته ښه راغلاست وایو. د پروګرام په دې برخه کې د یوې ترانې لپاره همایون احمدزی راغواړو. تشریف دې راوړي او په خپل خواږه غږ دې زموږ پروګرام ته ښکلا وروبخي. ښاغلی همایون احمدزی، د ترانې نه وروسته ممکن چې مشر تشریف راوړي، نو انتظار مو ډېر نه پاتې کوو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ای وطن 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 تور شپه به دې سهار شي، نور بخلاص د انتظار شي، بے موسمه به بهار شي، ستا وګړي که بیدار تور شپه به دې سهار شي، نور بخلاص د انتظار شي، بے موسمه به بهار شي، ستا وګړي که بیدار شي، ستا وګړي که بیدار شي. تل په اور به نه سوځېږي، نه پردو ته قربانېږي، نه په وینو به لمبېږي، له زخمو به نور رغېږي، پښیمان به دښمنان مو په سوزل او په سوار شي، بې موسمه به بهار شي، ستا وګړي بیدار شي، موسمه به بهار شي، ستا وګړي که بیدار شي. که مو هر یو تنکی ځوان دی، ستا د مینې قهرمان دی، هم تیر شوی له خپل ځان دی، غیرتي زوی د افغان دی، په ننګونو غیرتونو پروا نه کړي که په دار شي، بې موسمه به شي، که بیدار شي، بې موسمه به بهار شي، ستا
بیننده های عزیز، شما بیننده نشست خبری حزب اسلامی در مورد ششم جدی بودین که ششم جدی مصادف است با تجاوز اتحاد شوروی بر افغانستان. همچنان که شما بیننده بودین، اشتراک کنندگان سخنرانی هایشان را داشتن و در کل کسانی که سخنرانی کردند خواهان برداشته شدن موانع صلح بودند و همچنان خواهان ادامه معنادار گفتگوهای صلح شدند و همونطور سخنرانان همچنان بیان کردند که افغانستان شاهد صلح میشه و انتقادهای هم بر تیم مذاکراتی که از سوی حکومت در قطر است نیز داشتن و همچنان نشست ادامه داره. تا لحظات دیگر بیننده نشست باشین و در رابطه با پروسه صلح هم شما در جریان هستین که هیئت مذاکراتی حکومت افغانستان و طالبان گفته میشه که به هدف مشوره بیشتر یک وقفه 20 روزه دارن و طرف ها همچنان تاکید کردن مقامات داخلی و خارجی که مذاکرات بر تاریخی که تعیین شده باید دوباره آغاز شود. اکنون هم یک وقفه. معززین گرامی، با افتتاح حساب محصل داد و ستد پولی خود را در دوران تحصیل سهولت بخشیده و از مزایای این حساب بهره مند شوید. افتتاح حساب بانکی به صورت رایگان، تخفیف خاص برای دریافت ماستر دیبت کارت، تخفیف ویژه در هتل ها، رستوران ها، فروشگاه های بزرگ، جیمنازیوم ها و نمایندگی های مسافرتی و غیره. نگهداری حساب بدون فیس ماهوار و دریافت پیام های آگاهی دهی رایگان. دقیق بیاندیشید و درست گام بردارید. موفقیت از آن شماست. kabelnews.af د کابل نیوز ویبپاڼه د تازه خبرونو، تحلیلونو او شننو هنداره. د کابل نیوز ټولنیزې شبکې فیسبوک، یوټیوب، ټویټر، انسټاګرام او ټلګرام او د ورځنی مسایل او خبرونه په ژوندۍ بڼه له همدې ادرسه. کابل نیوز مو له نړۍ سره په اړیکه کې ساتي. ورځنی خبرونه او تازه مسایل له همدې ځایه وګورئ. کابل نیوز د نړۍ په لور پرانیستې دریڅه. دوباره خوش آمدین بیننده های عزیز. اکنون هم از شما دعوت میکنم تا با ادامه برنامه حزب اسلامی در مورد ششم جدی باشین. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله
الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. صدق الله العظیم. آیا په ځمکه کې نه دي ګرځېدلې؟ د نړۍ د تاریخ پاڼې له نظره نه دي تېرې کړې چې لیدلې وای د هغو پایله څنګه وه چې تر دوی وړاندې وه.